میدونید که وقتی میخوان طلا رو حالت بدن با یه چکش آهنی روش میزنن. آهن رو هم وقتی میخوان حالت بدن با یه چکش آهنی روش میزنن. اما طلا موقعی که چکش آهنی روش میخوره صدا نمیده، ولی آهن وقتی چکش آهنی روش میخوره صدا میده. حالا یک بار طلا به آهن گفت این چه حسابیه که من وقتی ضربه میخورم صدا نمیدم، ولی تو وقتی ضربه میخوری فریاد میزنی. گفت آخه نمیدونی قربونت برم، تو از بیگانه میخوری ولی من از همجنس خودم آهن میخورم. و این از خودی خوردن، از آشنا، از فک فامیل خوردن خیلی درد داره. میگه زخم از بیگانه خوردن 100 برابر بهتر است، بدتر از دشمن عزیزت قصد جانت میکند. و وقتی که عزیز دوست قصد جانت بکنه چی میشه؟ پهلوان باشی اگر غم ناتوانت میکند، درد از حد بگذرد سیر از جهانت میکند، در جوانی می نشیند برف پیری بر سرت، لشکری از غم تو را از قد کمانت میکند. وای به حال این که آدم از خودی ضربه بخوره.